ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 28 ساله ساکن شهر ایسار با گمان صادر نمودن جنایت آدمکشی دستگیر کرده شد. گمانبر شونده نیمه شب 26 آگوست سال 2024 تخمینا ساعت 00:30 دقیقه هنگامی در کوچه نوروز شهر دوشنبه قرار داشتنش از حیثیت رشک و خصومت عائلوی با سابق همسرش زن 37 ساله ساکن پایتخت جنگ و جنجال نموده به یگان اساس او را لطکوب کرده با کارد یک چند مراتبه با عضوهای حیاتاً مهمش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 29 ساله ساکن جماعت دیهات پاشکنت نویه ظفرآباد همچون گمانبر در صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمانبر شونده 16 آگوست سال 2024 در حدود مال بازار جماعت شهرک مینت آباد نویه ظفرآباد با راه فریب به باوری مرد 46 ساله ساکن نویه مذکور در آمده از او یک سر چهارپای کلان شوخدار که ارزشش 16,000 سومون را تشکیل می‌دهد همچون نسیه گرفته مبلغش را تا حال برنگردانیده است. عاید به این حادثه پرونده جنایتی با قسم 3 ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.